اگه دنبال خرید یه لپتاپ ایسوس هستی حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه. قراره بهترین لپتاپ‌های ایسوس امسال رو معرفی کنم، از اقتصادی بگیر تا گیمینگ. پس اگه هنوز نمیدونی کدوم مدل رو انتخاب کنی این ویدیو رو از دست نده. اگه یه لپتاپ اقتصادی میخوای که هم برای کارهای روزمره عالی باشه، هم از پس نرم افزارهای معمولی بتونه بر بیاد، ایسوس مدل F1504V گزینه اقتصادی ولی پرقدرت. یه لپتاپ با طراحی بسیار ویژه. CPU این لپتاپ کور i5 13 نسل یو که باعث میشه بسیار کم مصرف باشه. این لپتاپ مناسب دانشجوها و کساییه که یه سیستم کم مصرف ولی فوق العاده سریع میخوان. اگه تو هم مثل من دنبال یه لپتاپ گیمینگ هستی ولی نمیخوای هزینه خیلی زیادی بکنی، تاف گیمینگ FX 507 CPU این لپتاپ کور i7 نسل 12H هستش که قدرت فوق العاده بالایی تو پردازش داره. رم 16 گیگ و SSD 1 ترابایت این دستگاه باعث میشه که شما با این دستگاه از پس هر کاری بتونید بر بیاید. این دستگاه مناسب برای گیمینگ و کارهای سنگینی مثل برنامه نویسی طراحی شده. برای اینکه توی لیستمون فقط پردازنده اینتل نباشه، بیایید یه سری از پردازنده های رایزن هم داشته باشیم. ایسوس M1605Y پردازنده رایزن نسل 5 این دستگاه با مصرف انرژی فوق العاده کم، 8 گیگابایت رم و 512 گیگ حافظه، مناسب برای دانشجوها، کارهای اداری و حتی ویرایش‌های سبک عکس و فیلم. و اما گزینه آخر یه غول گیمینگ با CPU کور i9 ایسوس راگستریکس G. این لپتاپ CPU i9 نسل 14HX داره که قدرتمندترین پردازنده‌ایه که توی لپتاپ ها استفاده شده. این دستگاه دیگه همه چیزیه که میتونی از یه لپتاپ انتظار داشته باشی. همه کاری میتونه واسات انجام بده. طراحی بسیار زیبا. این لپتاپ با 16 گیگ رم و 1 تر SSD که قابل ارتقا هم هست، مناسب برای گیمرهای حرفه‌ای، تدوینگرها و کارهای سنگین پردازشی. خب اینم از 4 تا از بهترین لپتاپ‌های ایسوس. تو دنبال چه لپتاپی هستی؟ اگه مدل خاصی مد نظرته لطفاً تو کامنت ها بهم بگو. و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما این ویدیو رو لایک کن، ما رو فالو کن و با بقیه هم به اشتراک بذار. راستی تو کامنت ها هم بهم بگید که معرفی بعدی راجع به چه برندی باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.